جهت تحکیم اینفراستراکچور در همه دهات نوحه فرخار با سهم شخصان وطندوست، صاحبکاران و ساکنان کارهای دسته‌جمعانه سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت این تدبیرهای آبادانی طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرا کننده دولتی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات نوی ساحه اجتماعی از جمله صنفخانه‌های ایلوگی در نزد یکشن مؤسسه تعلیمی، بنگاه طبی و مرکزهای سلامتی و میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردیده برای حل مشکلات نوسان‌های آبی نوشاکی، بهتر نمودن صفت تامینات نیروی برق به اهالی و از نوسازی راه پل‌های اهمیت مالی داشته کارهای مشخص انجام داده شد که ساکنان این روز ثمره استقلالیت و تطبیق موفقانه سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان نسبت به رشد ترقی دادن شهرک و دهات و باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ارزیابی میکنند. ساکنان دهه سایلاب جماعت دهات خراسان نوحه فرخار در ادامه از چنین کارهای آبادانی اقدام گرفتند که در همدستی با صاحبکاران محلی امسال بنگاه نوی طبی ساخته راه دهه را نیز تا مرکز جماعت دهات از سالپوش نمایند. در زمستان به نهایت راه ما ویران و ولنگار بود. مثال بگیم که به مرکز نوحه را به مرکز جماعت به نهایت دشوار بود. امروز با اقدام البته دستگیری جوانان و اهل جامعه چیبی مثال بگیم که راه تعمیر شود و شرایط هم به هم ساز بشود. یک بنگاه سلامتی نه امروز تا پرده ساخته به استفاده میتن. مثال بگیم که خیلی اساساً محله ما مثال بگیم که کشاورزیم وقتی خوب شید شرایطی مثال بگیم زندگی بهتر میشه. اکش جشن 35 سالگی اینقدر ای جناب والی مثال زحمت کشیدن ما هم به طرف نمیستیم. مقصد که همه ای خانه و دری کشمای خیلی سرکردگی مثال بگیم راه همون آباد میکنیم با در آبادی وطن البته حصه گذاری میکنیم. دهه مذکور در مسافه 18 کیلومتر دور از مرکز نوحه جایگیر است. به اندیشه ساکنان بعضی از نوسازی راه مشکلات رفت آمد برطرف شده اون به درآمد اقتصادی اهل زحمت نیز مساعده خواهد کرد، زیرا کشاورزان من بعد با صرف کمی وقت و خراجات ایلوگی میتوانند محصولات استحصال نموده خود را سریع وقت و با نرخ‌های دسترس به بازار استعمالی نوحه پیشنهاد نمایند. در این راه اهمیت مالی داشته با سهم ساکنان دهات علاقه با پهنایی 6 متر و وزن برداری زیاده از 40 تن یک پل با کارهای چراغانکنی از نوسازی کرده شده است. در دهه فاضلان جماعت دهات خراسان نیز دو پل از نوسازی گردیده برای اسفالت پوش کردن راه در مسافت زیاده از 200 متر جویبار بتونی ساخته شده است که توسط آن زمین‌های خواجگی و رسانی اهالی و قسما خیده‌های نزد اولگی ساکنان آبداری کرده می‌شود. در نوحه فرخار طبق دستور و سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان باید به تجدید و از نوسازی راه پل‌های اهمیت مالی داشته سوی روان در قلمرو نوحه با دستگیری مقامات اجرا کننده دولتی صاحبکاران و ساکنان باید مسافت قریب 40 کیلومتر راه اسفالت پوش کرده شود. با این مقصد در دههای درقد و سه دهه جماعت دهات خراسان امسال 12 پل اهمیت مالی داشته با جلب متخصصان و حشر ساکنان از نوسازی کرده شده در مسافت زیاده از 7 کیلومتر راههای دهات اسفالت پوش گردیده مورد استفاده قرار داده شد. در دوره ادامه با صورت از چنین کارهای سازندگی باید روی اساسی بین جماعت دهات ظفر در حدود دههای نوآباد و سامانیان و راه دهات درقد تا دهه قلعه پوشقاق از طرف صاحبکاران ساکنان و شخصان وطندوست اسفالت پوش کرده شود.